به نام خداوند بخشنده و مهربان. من مدتی که در آلمان هستم زیاد به این درگاه می آیم. اینجا پرسنتر یعنی مرکزی مطبوعات حکومت آلمان است و با خبرنگاران با نماینده های مطبوعات زیاد صحبت میکنم و از سرنوشت تلخ مردم تاجیکستان با آنها حکایت میکنم. من بیش از هر وقت با آن باور دارم که بدبختی ما در آن است که حکومت تاجیکستان در دست یک نفر است. امامعلی رحمانوف هم معلم، هم قاضی، هم پروکورور، هم سود، هم پرزیدنت، هم و حتی ملا و هم فاحشه اساسی تاجیکستان است. من میخواهم به رحمانوف که عادت کرده است که از او همیشه ستایش میکنند مراجعت کنم. این قرض شهروندی و قرض انسانی من است که من به آن گوش کری که تنها لبیک را میشنود، تنها جناب عالی را میشنود، تنها تعظیم را میبیند، حقیقت زندگی، حقیقت تاجیکستان را بفهمانم. محترم رحمانوف، میدونم که تو کتاب نمیخوانی، تو سواد نداری. باور دارم که اقلا تلویزیون را گاه گاه تماشا میکنی و میبینی که امروز در دنیا چی میگذرد. شاید تو رپورتاژ ها را از میدان کیف تماشا کرده باشی. شاید تو دیده باشه که مردم چه خیلی یک رژیمی که نظر به رژیم تو خیلی خوبتر بود، خیلی بهتر بود، خیلی انسانی تر بود، چطور واژگون کردند، سرنگون کردند. و باور کن وقتی که همگی 2000 یا 3000 نفر به میدان ریختند، یانوکوویچ که افسر و عسکرش هزارها بار از تو زیاد بود کاری کردن نتوانست و یانوکوویچ فرار کرد. روزی که بر سر یانوکوویچ آمد بر سر تو نیز حتما می آید. در تاریخ یگان بار نشده است که یک حکومت دیکتاتوری 20-25 سال زیاد زندگی کند. البته تو در بین این دیکتاتورها از همه دراز عمر هستی، تو زاغ بدمور هستی، تو غم نداری، تو درد نداری، تو دل نداری که دلت به حال مردم تاجیکستان سوزد. تو ببینی که مردم تاجیکستان را به کجا آوردی، به کدام چاه انداختی، به کدام ورطه فرو افکندی. و من باوری دارم که تو علاج دیگری نداری. تو شرمنده تاریخ، تو بدنام تاریخ، تو زشتنام تاریخ میمیری و نیست میشوی. و اون روز نیز دور نیست که در تاجیکستان میدان آزادی، میدان آزادی خواهان و میدان سربداران تأسیس یابد و روز فرار تو هم دور نیست. من باوری دارم که تو از میدان کیف یگان سبق نبرداشتی. تو گمان میکنی که مردم تاجیکستان ما یک عمر خاموش میستیم. نه، تو خطا میکنی. برای همین بهترین راهی که تو میتوانی، تو دیگر نمیتوانی که حکومت را تغییر دهی، تو دیگر نمیتوانی که وضعیت را تغییر دهی. تو یک سیستمی ساختی که خودت قربان این سیستم شدی. یگانه راه تو فرار است. الفرار فی وقت ظفر، گریز سری وقت برابر پیروزی است. اگر میخوای حقیقت را بدانی، تو نمیدانم باید در یگان کشور، در یگان مملکت، من گمان نمی کنم که تو را با آغوش کشاده در یگان جا پیشواز گیرند، جا پیدا کنی و ترک تاجیکستان کنی. تاجیکستان بی تو، تاجیکستان تنها بی تو میتواند که به پیش رود. زیرا تو یک خرسنگ هستی که پیش راهی همه گونه پیشروی، همه گونه تغییرات، همه گونه دیگرگونی را میگیری. برای همین من آرزو میکنم که تو اقلا به خاطر خودت، به خاطر فرزندانت، به خاطر آن که روی گوری تو مردم نرقصند، تاجیکستان را ترک کنی. راه سفید امامعلی رحمانوف.
گرچند با تو راهی سفید خواندن خواسته خوب ندارد، خوب نیست، تو ارزنده راهی سفید نیست. به هر ما از تو فرق داریم، ما مثل تو نیستیم که نقار گیریم. برای همین به تو برای بیگان جای امن و آرامی رسیدن راهی سفید آرزو. خدا یارم.